سلام به عزیزان آراپود. یه بار دیگه اومدم با یه غذای بسیار خوشمزه شمالی برای گیاهخواران عزیز و اونایی که ویگان هستن و به هر دلیلی محدودیت دارن از خوردن گوشت و عاشق فسنجونن ولی متاسفانه نمیتونن بخورن. بریم با هم شیش انداز رو درست کنیم که هم فسنجون گیاهیه و هم هیچ فرقی با فسنجون گوشت نمیکنه. خواهش میکنم یه بار امتحان کنید و ببینید که چقدر خوشمزه است و خیلی ازتون ممنونم که برام لایک میکنین و کامنت میذارین و نظراتتون رو به من میگین. بریم با هم درستش کنیم. خب عزیزان، من 2 دونه پیاز رو ریز خورد میکنم. من رنده نمی کنم. 2 دونه بادمجون رو من پوست میکنم. 1 دونه رو به شکل مربع مکعب خورد میکنم. برای لعاب فسنجون میریزم توی گردو. 1 دونه رم به هر حال هر مدلی که شما سرخ میکنین من 4 قاشش میکنم. بهش نمک میزنم. البته بادمجونای اینجا شیرینه، اصلا تلخی نداره، ولی خب طبق عادت دیگه چیکار کنم، میزنمش. به هر حال نمک میزنم، میذارم کنار. پیازامو با 1 ذره روغن، چون گردو میدونی روغن پس میده، تفتش میدم. بعدش بهش زردچوبه و فلفلمو میزنم. 1 پیمانه گردو داشتم. گردو رو من معمولا برای فسنجون با حرارت پایین خیلی تفت میدم تا زودتر به روغن بیفته. بادمجونارم با حرارت خیلی ملایم بادمجونارم تفت میدم که نرم بشه و این میشه لعاب فسنجونم. خب حالا من توی تابه روغن میریزم و بادمجونا رو سرخ میکنم. تقریبا 2 پیمانه آب خیلی سرد من به فسنجونم اضافه میکنم. درشو میذارم تا برای 2 ساعت حسابی به روغن بیفته. چون خیلی تفت دادم 2 ساعت کافیه. خب همینجور که میبینین طبق رسم شمالی ها 1 پیمانه من بهش پودر گلپر اضافه کردم و به جای شکر از شیره انگور استفاده کردم. خب رو به انارم هم میریزم. البته شما اگه دوست دارید ترش بخورین میتونین شیره انگور رو نریزین یا ندارین شکر بریزین. خب حالا فسنجون من همینجور که میبینین حسابی جا افتاده. فسنجون بادمجانم و دارم بهش بادمجون سرخ کرده اضافه میکنم و درشو میبندم تا جا بیفته. دوستان عزیز، این شیش انداز هست. شیش انداز این فسنجونه ولی گوشت نداره، جاش بادمجون داره. اونایی که بادمجون دوست دارن یا فسنجون دوست دارن باید اینو امتحان کنن، چون اینقدر این خوشمزه است. چون هم رب انار داره، هم آب انار داره، گردو هم داره. واسه من بهش